برقه مطابق پلان ریاست جمهوری فاریاب یک تیم نظارتی تشکیل نمودند که این تیم نظارتی متشکل از هیئت مقام ولایت، کماندانی و امنیت ملی و صحت محیطی ریاست صحت عامه به خاطر نظارت از مواد غذایی تاریخ گذشته. مواد غذایی تاریخی را جمع آوری نمودند و امروز برای ما وقت پیدا شد که مواد غذایی را هدر نمودند. ششنیم تونستن با تعداد 410 قلم و به ارزش 4,61,595 افغانی. خواستم از مقام ولایت همی هستند که اینا باید با امرای ما دست به دست شود، چون یک مسئله حیاتی هستند. مواد غذایی تاریخی و خصوصا ادویه تاریخ گذشته اونا باید با ما کمک بکنن و یک تیم صحیح نظارتی را جور بکنیم که از این به بعد و مشکل مردم حل بکنن و مواد غذایی و ادویجات تاریخی را از دواخانه و از دیفو بکشن و هدر بدن. به تجارای ملی اینمی هستند که مواد تاریخی و غذایی و دوایی را به وطن ما وارد نکنن، چون یک ظلم است، یک خیانت کلانی هستند برای مردم ما. مردم باید از چیزای تاریخی شده را نگیرن. هر وقت که سودا میگیرن تاریخش ببینن و تاریخش جدید باشه بگیرن، نباشه برن جایی که تاریخش تازه است از اون بگیرن. و در اون صورت باز خود تاجر خود چی میاد فشارش پایین میاد. باز از یک طرف دیگه در این مورد قانون واضح است که باید تطبیق شود. کسایی که با این عمل انجام میدن بازم تاریخی شده از بالای مردم میفروشن یا مکر میکنن یا یک نوع جرم است، باید تعقیب شود. موادایی که تاریخی شده در بازارها عرضه میشه. بعضی کسایی که از همین مواد استفاده میکنن نمیفهمن که مثلا همین تاریخی شده است. بعضی کسای شهروندای داخل شهر زندگی میکنن اونا میفهمن که همین مواد تاریخی شده است. کسایی که از ولسوالی اطراف میادن نمیفهمن که تاریخی شده هستن. از همین کسایی که از استیکرهایی که همین تاریخشان جدید میکنه از ماشینای استفاده میکنن از همین تاریخشان نو جور میکنن. مثلا تاریخشان تیر شدن یک تاریخ جدید هر رقمی کردن در او اضافه کردن. از ارگانهای محلی از صحت عامه و از امارات اسلامی خواهش میکنیم جلوی از این فساد را بگیرید. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.